واقعی کشتی گرفتم برد و باختاشان نظر میکنه پای مسئولیت بکنه یه پیتو و موفق میشه 4 امتیاز آره بتونه پای معصومی رو توش خارج کنه. معصومی با یه چرخش ها رو قوس میکنه دیگه خاک کنه معصومی رو همچنان با یه چرخش به دنبال خاک کردن معصومی هست. معصومی هیچ کار به اون نمیده و در منطقه اینجا سعی میکنه چرخش که تو امتیاز اون مال خود میکنه یه بارنداز هم اجرا میکنه. گارد کاملا بسته داره میره برای خم مخالف پای عقب اما نمیتونه به پای حریف خودش برسه. سرگردان مهار میکنه سرگردان مهار میکنه تا اینکه بتونه یه خاک میکنه و دو امتیازی هم میگیره از سعی میکنه فیتو رو به اجرا بذاره یک بار دیگه زیرگیری میکنه باز هم ناموفق نمیتونه به پای بیدار زاره برسه. زاره به دنبال فیتو است. ثانیه پایانی رو تماشاگران میشمارن. برای این لحظه وقت به اتمام میرسه. نباشید